غجنه یکی از دهه‌های زیبامنظر ناحیه ورزا به حساب می‌رود که در فصل دی اکثر کودکان به یخمالک بازی مشغول گردیده وقت خود را خوش می‌گذرانند. ساکنان اینجا ابراز می‌دارند که هر 4 فصل سال این دیار همین گونه دلربا و افسانه‌ای است، هرچند استقامت کنندگانش خیلی کمند. این دهه با شخصان هنرمند و صاحب مرتبه‌اش از دیگر دهه‌های ناحیه فرق می‌کنند. یکی از چنین هنرمندان چیره‌دست رشید بابویف است که در دهه غجنه به دنیا آمده و به کمال رسیده است. پدرش جبار بابویف و مادرش میسره بابویف و 9 فرزند را به وای می‌رساندند، اما از میان آنها رشید به کالج جمهوریوی رسامی به نام میرزا رحمت عالم و حجت سپارید تا پیشه رسامی را کسب کند و هنرمند موفق گردد. او بیشتر به چهره‌نگاری مشغول می‌شد و تصویر سیمای ستاره‌های صنعت تاجیک را و تخیل ایجادیش برازنده می‌دانست. هنگام تحصیل در کالج نازکی‌های یکچند هنرهای ملی را نیز از خود کرده است. وقتی که میکشیدیم از اینجا که سر میشد، بعد رفته رفته تاثیرمون بوی که شد هر خیلی چیزا رو ایجاد میکردیم. اساسی صنعت ویام به فکر من این رسامی است. همین رسامی را که میتوانند چی نقش و نگاری که خواهند برای خودشون کوزه و یک آوشاره ها و چیزا رو اول نمود اسکیز کرده، بعدا میسازم ما که اونها را دیده ذوق ما زیاد شد. بعدا با بسیاری کارها کمک میکردن، جای خطاگی ما را اصلاح میکردن، نشان داده پیش میرویم از همین یوز. من میشیم از کاری کردیم. پس از ختم این درگاه علم و هنر سال 1982 کار را از مؤسسه دهه به حیث آموزگار شروع کرد و شاگردان زیادی را در این راه تربیت نمود. رشید بابویف از بس که زیبایی دوستدار بود سعی میکرد که مصوره های آفریده‌اش مضمون و محتوای بلند داشته باشد و دل و دیده ها را رباید. او با یک هنر قناعتمند نمیگشت. هر کجا که قدم میگذاشت و مهمان میشد نگاهش به اشیای و هنر میافتاد و آن را در تفکرش ثبت میساخت. هنگامی که به کار مشغول میشد نگاه زیبایش را در آن درج مینمود. همین طریق با مرور وقت و زمان در برابر هنر مصوریش باز به هنر کلاهگری، کنده‌کاری، چوب تراشی، سنگ تراشی و گچکاری نیز مشغول شد و این هنر را زیر انگشتان معجزه‌کارش رشد داد.
صنعت هست، رستکشی رو میتونی دیگر هنرها رو بیا واسطه میتونیم با مانند لیوناردو داوینچی که یک رسام نبود و تمام کارها رو میکرد لیوناردو داوینچی. پدر یکون نقش و نگار ملی که تجربه بای دارن نشان میتین با کمک یکدیگر همه خانه ها را بنیاد کردیم. از سنگ های دیار خود ما، از چوب هایی که در همین باغ خود ما با دستان خود ما شیناندگیم، از همونا استفاده می چوب های غیری درمون نیست، فقط مهنت دست خود ما است که از همونا چوب ها را تخته کرده. چی نقش و نگار خواهیم اون رو با غول و عصا باشد، چی و صنعت ملی تاجیکی باشد، از عهده این کار میبریم، میتراشیم، برامون خانه‌های خود را آرام میدیم. هر یک هنرش اسرار نهفته دارد و زمانی که بند هنر می شود همه شیب و فراز زندگی را از خیالش زدوده می کند تا از کشفیاتش لذت ببرد. هنگامی که به عمارت اقامتش مهمان تشریف می آورد از آفریده های او الهامی تازه می گیرد و مزاج دائمیش می گردد. خریداران هنرهای دستی او کم نیستند و رشید بابایف با میل زیاد درخواست مزاجانش را به جا می آورد. او در بحر بی پهنای هنرهای مردمی غوطه‌ور گشته است. هنری ما را کمک کردن راه به ما نشان دادن در آینده که خط کردیم کالج رسامی را، این هنری کندکاری را آموختیم. من اکو که این هنر را یاد گیریم و برای خودمون یگان محصول دست، یگان خانه، یگان چیزی را که بنیاد نکنیم، خواندگی ما هیچ برای ما چین معنی ندارد. برای همین باید که یک اونجا را خط کردیم یک نمونه دست خود را داشته باشیم. پدر آن کس به نهایت هنرمندی خوب هستند و مهری این هنر را در دل فاروق جای دادند و در برابر هنرمند بودنشان به نهایت یک شخصی خاکسار، خودی همون دههشان صاحب آبروی و اعتباری به خود خاص نیز هستند. رشید بابایف 4 دختر و 1 پسر دارد که همان هم قنات پدر و میراثبر اوست. فاروق بابایف قدم به قدم پی هنرهای داشته پدرش گام می‌گذارد و با دید و تخیل زیبایش جهان دیگری را با هنرهای داشته‌اش آرام می‌دهد و بنیاد می‌نماید و مطابق به دور و زمان هنرش را نشان می‌دهد. از همه آفریده‌هایی که بیشتر دقت ما را به خود جلب کرد، این آرا دادن خانه ملی با تمام جزئیات بود. حتی ساخت قندیل‌های چوبین و چهارچوبه‌های زیبای چوبین که در آن مصوره‌های رنگارنگ گذاشته شده است. پدر هنرمندی میکردن، خط کرده کالج جمهوری رسامی اختصاصی کلاهگر بودن، همین هنرها را میکردن، دیده ذوق کردیم. بعد رفته بر همون کالج داخل شده، اختصاصی کندکاری را در نزد استا حیدر عبدالطالب 4 سال اونجا را خط کردیم و همین خیلی کسب کندکاری را همونجا آموختیم. اساساً برای کندکار بودن رسامی را خوبتر دانی، برای چی نقشه که برای خودت معقوله همون آزاد میتوانی که تصویر کنی. وقتی صنعت رسامی را که ندونی کم ترک به فکرم که مشکلی می شود. اما ایده هایی که دما برای می کندکاری هیکل تراشچی نمودی صنعت هایی که باشد، اساساً صنعت تصویری به ما کمک زیاد میکنه. برای همین اساس به ما صنعت تصویری یادم یک چیز کندکاری را بسیار کمک میکنه. صنعت تصویری
انتخاب نمودهش آنچنان در دلش جای گرفته است که توانسته است با یک متدیکای خوبی آموزگاریش نورسان و جوانان را در همین ساحه جلب نماید و نگفته نماند که در مکتب بچگانه صنعت به حیث آموزگار صنفی هنرهای مردمی کار با چوب کندکاری کار و فعالیت نموده ایستاده است و زیاده از 15 نفر نورسان را برای کسب آموزی در این سمت جلب نموده و تعلیم ابتدایی کسبی می‌دهد. پدرشان در دل فروخ تولید کننده این هنر هستند و پیوسته ما رابطه نزدیک داریم برای دریافت نمودن چهره‌های نو، شناس نمودن با فعالیت کاری پدرشان و برای اشتراک در فستیوال و آزمون‌های ساحوی هنرمندی. باز بعد از ختم کردن کالج جمهوریوی رسامی به دانشگاهی که بعداً تأسیس یافت دانشگاه صنعت تصویری و دیزاین در آنجا داخل شدم. طول 4 سال در آنجا فعالیت کرده اختصاصی هیکل‌تراش در آنجا رسام هیکل‌تراش بود کردیم. ارمغان‌های ما اساساً هیکل‌ها هستند در همین بسیاری گرد و اطراف جمهوری در صنعت ما فرق کننده است. ممکن که بینید صنعت ما فرق کننده میشناسید که هنر دستان همون انسان است. هستند ارمغان‌ها به مانند کپ‌ها، هیکل‌های آهو و همین چی که ما در فرمایش دیان ساخته میتیم شون. در تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی ناحیه ورزاب ما اشتراک میکنیم با آموزگار مکتب بچگانه صنعت که هستیم و تمام چاره‌بینی‌ها هنر دست خود را پیشکش میکنیم. فروخ بابایف بیشتر وقت به هنر کندکاری مشغول است و شاگردان زیادی را در این راه تربیت می کند. او در برابر آموزانیدن هنر کندکاری به جوان پسران دهه باز در مکتب بچگانه صنعت ناحیه ورزاب به خوانندگان نورس و جوان نازوکی‌های کندکاری را نشان می دهد تا در آینده آنها پیشبرنده هنر کندکاری باشند. چنانکه که معلوم است توجه رهبریت دولت و حکومت به ساحه هنرمندی زیاد گشته و محض سال 2019 و 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. ما را ضرور آمد تا هنرمندان محلی را زیادتر به مکتب جلب نماییم. خود استاد بابای فروخ یکی از آنها می باشند که سال 2019 دوباره به مکتب جلب گردیدند و توانستند که شاگردای زیاد را در این ساحه دلگرم کنند، هنر آموزند و در چاره‌بینی فرهنگی داخل ناحیوی و سطح جمهوریوی اینچنین فستیوال و آزمون‌های ساحوی اشتراک فعال نمایند و سزاوار دستاوردهای نظررس نیز گردیدند. در عائله هنرمند که هستیم این چیز ما را نمیگذارد که ما در یک جا نشسته از این هنر غافل مونیم. مجبوری نیست، از ذوق دل است. ما این بعضا به نمایش‌های شهری بیرون از شهری می رویم، در همون جا هنرهای زیاد از دیگر ناحیه‌ها به نمایش میگذارند. بعضا از ما میگیرند، بعضا ما از هنر ما اونها میگیرند. بین یکدیگر رقابت کرده هنر ما زیادتر شدن میگیرد. هنگامی که به کار مشغول می شود و زحمت زیاد می کشد، پس از خستگی های بی‌حساب از هنرش ذوق می بردارد و کارش باز خوبتر و بهتر نمو می کند. او ابراز می دارد دارای من هنرم است، زیرا برای یک جوانی که پدرش به اندازه هنرمند است ندانستن این سیر و اسرار و نآموختن این گنجینه پرارزش به قدری است. عصر 21 عصر تکنولوژی است، یک پیشرفت است. اکو در یک صنعت عصر یک مدت باید ما نمونیم، باید کمتر پیشروی از یک هنرمند یک چیز رو میگیریم باز تکمیل داده یک رمکه های دیگرگون، یک نقش و نگار، یک چیزی باید فرق کننده ما از خود ما همین چی رو ایجاد کنیم. همین چی رو که نکنیم بین هنرمند و یک رسام بودن ما هیچ معنی ندارد. آدم در حیات خود باید چیزی رو گذارد. برای همین بعد مردن هم این چیزها حالا که نقش خود رو دارد میبازد. حالا که نبیره ها میگویند که هنر بابا هم است. همه فواره و هیکل‌های پرنده و خزنده و آرایشات عمارت اقامتشان
محصول مهنت خودشان به حساب می رود. نبیره ها گرد بابا و پدر پروانسان دور می زنند و از هنر آنها هنر می دزدند و سعی می کنند که تخیل زیبایی را در تفکر کودکیشان جای نمایند. فرزندان خرد هستند. معلوم نیست من چی گفتن میتونم که در آینده این کسب رو انتخاب میکنه یا نه. انتخاب در دست خودی اونهاست. ممکن که دیده از همین هنر ذوق کنن، همین کسب انتخاب کنن، نه که نکردن از ما. هستم این چیزا. رشید بابایف و پسرش فروخ بابایف همیشه سعی میکنند که با هنرهای داشتهشان میان اهل دهه، ناحیه و کشور نامور باشند و احترام خاصه ببینند. ما گروه ایجادی به این هنرمندان حرفه‌ای برای رو کامیابی را تمنا میکنیم. بگذار همیشه سربلند و نکونام بمانند.